میدونستی ذهن تو قوی تر از هر دارویی که تا حالا ساخته شده؟ تحقیقات نشون دادن که افکار مثبت و ذهن آگاهی میتونن سیستم ایمنی و توانایی خوددرمانی بدن رو فعال کنن. بدنت مثل یک داروخونه کامل همه چیز رو در خودش داره. به کانال جریان سکون خوش اومدی. من فادیا هستم، همراه و راهنمای تو در این مدیتیشن. همین حالا با چند دقیقه تمرین میتونی انرژی شگفت انگیز خوددرمانی بدنت رو فعال کنی. اکنون از تو دعوت میکنم به حالت 4 زانو بنشینی، سر در راستای ستون فقرات و ستون فقراتت رو صاف و کشیده نگه دار. برای راحتی بیشتر میتونی یک کوسن زیر لگنت قرار بدی. یک دم عمیق و کامل و با بازدم چشمانت رو ببند. حالا توجهت رو به نفس‌هات ببر. نگاه کن که دم و بازدمت چطور هستن. حس کن هوا چطور توی بدنت حرکت میکنه. حالا اگر لازمه بدنت رو کمی حرکت بده. دستاتو باز و بسته کن. شونه هات رو آروم بچرخون تا انرژی توی بدنت بهتر حس بشه. هر دم دریست به لحظه حال و هر بازدم رهایی از آنچه که گذشته. حالا یک دم عمیق و کامل، حبس دم، با بازدم آرامش رو توی بدنت پخش کن. دم، حبس دم، بازدم، هر آنچه که به تو خدمت نمی‌کنه رو رها کن. دم، انرژی مثبت وارد بدنت میشه. حبس دم، این انرژی رو حس کن. بازدم. اجازه بده این پاکسازی یک فضای تازه و پر از انرژی شفابخش بسازه. دم، حبس دم، بازدم. اجازه بده نفس‌هات به حالت طبیعی خودشون بازگردن. توجهت رو به بدنت بیار. بدون قضاوت فقط حس کن. به هر احساسی که داری خوش آمد بگو. اگر جایی فشار یا گرفتگی حس می‌کنی، اون بخش از بدنت رو دعوت کن به آرامش. اجازه بده حس راحتی مثل یک موج نرم اونجا جریان پیدا کنه.
تصور کن بدنت رو به دست جاذبه سپردی. هیچ نیازی نیست چیزی رو نگه داری. زمین پشتیبان توه. حالا از بالای سر تا نوک پا یک نگاه نرم به بدنت بنداز. هر جایی که حس می‌کنی نیاز به توجه داره، کمی مکث کن و انرژی مثبت رو بهش بفرست. حس خوبت رو گسترش بده و اجازه بده این انرژی توی همه بدنت جاری بشه. با هر نفس بگو هر سلول من سرشار از انرژی مثبته. هر سلول من سرشار از انرژی مثبته. حالا تصویری شفابخش توی ذهنت بساز. میتونه بدن سالم خودت باشه یا هر چیزی که حس سلامتی و انرژی بهت بده، یا حتی یک رنگ خاصی که دوستش داری. حس کن توی این لحظه سلامتی و انرژی حیاتی تو فعال شدن. احساس کن که سلول‌های بدنت لبخند میزنن. هر سلول در هماهنگی و تعادله. خودت رو ببین که در صحت و سلامتی کامل به سر میبری. این تصویر رو در قلبت نگه دار و با هر نفس اون رو پررنگ‌تر کن. با هر نفس عشق و قدردانی رو به همه سلول‌هات بفرست. هر سلول هماهنگ با افکار مثبت در مسیر شفا حرکت میکنه و تو میتونی این حس آرامش و انرژی مثبت رو در تمام وجودت حس کنی. یک لبخند آروم به لبت بیار.
حس سلامتی و سرزندگی رو در وجودت احساس کن. بدون که بدنت فرایند شگفت انگیز خوددرمانی خودش رو انجام میده. یادت باشه سلامتی حالت طبیعی توئه. چند نفس عمیق بکش. انرژی شفابخش درونت رو حس کن. بدون که امروز یک قدم تو مسیر سلامت و آرامش برداشتی. آگاهیت رو به فضایی که در اون قرار گرفتی بازگردون. سطح زیر بدنت رو حس کن. به آرومی انگشت‌ها و شونه‌هات رو حرکت بده و هر وقت آماده بودی چشمانت رو باز کن. این تمرین رو هر روز انجام بده. می‌بینی که چطور آروم آروم تغییرات عمیق و شفابخش وارد جسم و روحت میشن. روزت پر از سلامتی، آرامش و عشق باشه. اگر این مدیتیشن براتون مفید بود، خوشحال میشم که تجربتون رو با من به اشتراک بگذارید. لطفاً ویدیو رو امتیاز بدید، نظرات خودتون رو بنویسید و برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر و مراقبه‌های مشابه به کانال من سر بزنید و به جمع همراهان ما بپیوندید. از حمایت شما سپاسگزارم.